در تاجیکستان و جهان چی میگذرد در 15 دقیقه دیگر برایتان معلومات میدهیم. سلام بینندگان عزیز، برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است در پخش مستقیم تقدیم شما. امروز 6 میلیون این موضوع را داره. نرخ دلار در تاجیکستان در نسبت سومانی ارزان تر شده است. دیگرگونی در قرب چی سود و زیان دارد؟ دلار بالا بره و نرخ بالا میره، اما وقتی پایان بیاد نرخ پایان نمیاد دیگه. رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه از افزایش جنایتکاری بین مهاجران گفت و به ادامه ریدها دستور داد. بهانه برای آزار و اذیت مهاجران یافت شد. و مقامات در ختلان به آباد کردن گوریستان‌های مسیحیان شروع کردند چون شکایت‌ها از بی‌احترامی به این آرامگاه زیاد شده است. چند مراتب شد که پنجره‌های گور رو میبرند، میگذارند باز میبرند. همیشه آنجا گاوها رو میبندند. بانک ملی تاجیکستان گفت پایین آمدن قرب دلار در برابر سومانی یک تمایل موسمی است و شاید تغییر یابد. در چند هفته اخیر دلار یک ارز سرخریدار در تاجیکستان ارزان تر شده است. همکاران ما در دوشنبه با رادیو صوفی و ارشاد سلیمانی تحقیق کردند که قوی تر شدن سومانی و پایین آمدن قرب دلار چه تأثیری به اقتصاد و زندگی مردم دارد. قرب رسمی دلار ایالات متحده آمریکا نسبت به سومانی در یک ماه اخیر 1.5% پایین رفته است. آن اگر یک ماه پیش 10 سومانی و 90 درم بود، حالا قرب 1 دلار آمریکایی تا 10 سومانی و 74 درم پایین شده است. بانک ملی تاجیکستان در یک شرح کتبی این رقم را نام برد و آن را با فراوانی دلار و تقویت روبل روسی بستگی داد. بانک ملی همچنین کاهش قرب دلار را یک پدیده موسمی نامید. اما برخی از اقتصاددانها افت دلار را به افزایش داد و گرفت با روسیه به واسطه روبل و هم کاهش نرخ یک بشکه نفت از 94 تا 77 دلار پیوند می‌دهند. از نظر آنها این روند برای اقتصاد تاجیکستان پیامدهای گوناگون دارد. هم طرفی مثبت دارد، هم طرفی منفی دارد. طرفی مثبتش آن است که قابلیت خریداری پول ملی زیاد می‌گردد. از نقطه نظر سرمایه گذارانی که به تاجیکستان سرمایه گذاری میکند به اقتصادیات ملی پس شدن نرخ دلار به کم شدن هوسمندگردانی آنها میگردد، چون که با 1 دلار کمتر اشیا میخرند، کمتر مزد مهنت میتیند. آن لایحه های اینوستیسیونی که و یا تطبیق میکنند در تاجیکستان با آنها کمتر فایده میبرد. معمولا در تاجیکستان هر باری که قرب دلار ایمیا بالا رود تقریبا همه مال و محصولات و خدمات گران می شود. بنان شهروندان منتظرند که حرکت برعکس باید سبب کاهش و نرخ و نوا گردد. آیا چنین شده است؟ یم در وقت سودا کم میکردیم و میکردیم همین با دلار همش بودو خیلی هزی دلار نیست نکی все таки همه چی هم خاله یکون کم بودی وی نشده ولی پست هم نشده وی هم نشده. دلار بالا بره و نرخ بالا میره، اما وقتی پایان بیاد نرخ پایان نمیاد دیگه. بازار رفتم و یگان تغییرات ندیدم. پایان شده باشه امیدواریم که ارزانه میشه. با وجود آنکه مقامات تاجیکستان وضع اسعار خارجی را به تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان از قرب روبل و دلار و یوان چین بستگی زیاد دارد. بنگاه آمار تاجیکستان اول امسال نیز از برتری کامل داشتن واردات و صادرات خبر داد که نیز به بازار پول تاثیر عمده می‌رساند، ولی اهالی گرانشوی محصولات را صرفاً به قرب دلار نسبت می‌دهند، هرچند این خلاصه سطحی از طرف تاجران پهن و نهادی نشده است که نرخ مال خود را به خاطر فایده بالا می‌برند. رو می‌رویم به موضوعهای دیگر. دادگاه ولایت سوردلوفسک روسیه به محاکمه 2 زاده تاجیکستان پرداخت که به قتل 2 هموطن خود متهم می‌شوند. در کرسی عیبداری غفور غفورزاده و سهراب دولتوف یک ورزشگر MMA و یا جنگ‌های بدون قاعده نشستند. 2 مهاجر تاجیک را روز 12 ایون سال 2023 هنگام یک زناشویی گروهی برای پول قرض کشتند. اندری باستریکین رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که پرونده را تحت نظارت گرفته بود، دیروز با تکرار ادعا درباره افزایش جنایتکاری در بین مهاجران دستور داده است عملیات به ضد آنها ادامه یابد. مومن احمدی گزارش می‌دهد. روز 5 ایون الکساندر باستریکین ضمن مجلس کاری گفته است جنایتکاری میان مهاجران زیاد شده است. او از جمله حالت‌های تجاوز به ناموس را مثال آورده است که در 4 ماه امسال 40% افزایش یافته است.
با تاکید بستریکین، کمیته تفتیشات پرونده منصبداران گمانبر در تشکیل مهاجرت غیرقانونی را نیز تفتیش می‌کند. چون این پرونده های جنایی نسبت به سال گذشته 2 برابر بیشتر شدند. رئیس کمیته تفتیشات خواستار پرزور کردن نظارت بر روند مهاجرت شد. علاوه بر این بستریکین دستور داد که ریدها ضد مهاجران از جمله جستجوی آنهایی که شهروندی روسیه را گرفتند ولی در قید حربی خود را نگذاشتند ادامه یابند. وضعیت در سمت مهاجرت مرکب باقی میماند. در 4 ماه سال جاری صادر نمودن جنایت از جانب مهاجران زیاد شده بیش از 14,000 حالت را تشکیل می‌دهد. شماره موردهای تجاوز به ناموس از جانب مهاجران 40% افزایش یافته است. تعداد جنایت‌های دیگر وزنین 13% زیاد شد. در سمت معاملات غیرقانونی مواد مخدر بیش از 3,000 جنایت صادر گردیده است. تأکید بستریکین به افزایش جنایتکاری میان مهاجران مخالف اظهارات وزیر کارهای داخلی روسیه صدا می‌دهد. ولادیمیر کلاکولتسف در نیمه ماه می در جلسه شورای فدراسیون گفته بود که شهروندان خارجی همگی 4% جنایت‌ها را صادر می‌کنند. با این همه در مناطق گوناگون روسیه ریدها در نسبت مهاجران شدت گرفته است. از جمله در چلیابنسک نیروهای انتظامی در دایره عملیات نلیگال 2024 مجموعه گرمخانه‌ها در ناحیه ساسنوسک را تفتیش نمودند. در نواری که وزارت کارهای داخلی نشر کرده است دیده می شود ماشین پلیس مهاجر را که کوشش گریختن را داشتند تعقیب می کند. در مجموع نیروهای امنیتی 28 مهاجر را تفتیش و 20 قانونشکنی را آشکار کردند. دادگاه تصمیم گرفت که 3 مهاجر غیرقانونی از روسیه اخراج شود. همزمان دست داشتن همه بازداشت شده ها را در جنایت‌های دیگر سنجیدند. وزارت کارهای داخلی میگوید حالا کارفرمای مهاجران را میجویند. همچنین کارمندان پلیس کراسنویارسک در جریان یک رید حجت‌های 31 کارمند مغازه لباس و پایافزال در محله پروامایسک را که اکثریتشان زنان بودند از نظر گذراندند. در نتیجه نسبت به 5 نفر برای رعایت نکردن قاعده‌های ورود و یا اقامت در روسیه پرونده مأموری ترتیب داده شد. 2 نفر آنها نابالغان بودند که همراه والدانشان در مغازه قرار داشتند. نورسان را در مرکز مخصوص عائله و کودکان جایگیر نمودند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی را تماشا دارید و می رویم به جنوب تاجیکستان. ویرانگری در آرامگاه‌های نصرانیان در ولایت ختلان و دزدیدن پنجره‌های اطراف گورها مقامات را وادار کرده است که دست به کار شوند. از جمله در شهر بختر تصمیم گرفتند که اطراف آرامگاه را پنجره بگیرند تا گورهای عزیزان مردم مسیحی زیر پای گاو و گوسفند نماند و یا دزدی دیگر صورت نگیرد. تفصیلات در گزارش محمد وفا رضازاده. روستواران ختلان از خرابکاری در آرامگاه‌های نزدیکانشان شکایت دارند. به خصوص در ناحیه یاوان و فرخار. در باختر هم شکایت کم نیست. اول اینکه دختر من اونجا دفن شده است. چند مراتب شد که پنجره‌های گور رو میبرند. میگذارند باز میبرند. همیشه آنجا گاوها رو میبندند. گاوها میگردند. این از روی انسانیت نیست. این خیلی ممکن نیست. باید پیش راه این کار را گیرند. اینجا یگانه آرامگاه مسیحیان باختر است و احوال آن روستواران شهر را پریشان کرده است. بعد ویرانگری ها مردم با اعلان حشر در آرامگاه مسیحیان در دهه سریچشمه اطراف گورها را پاک کردند. یک طرفش را هم دیوار میگیرند تا چاروان ندرآید. ظاهرا شکایت ها به گوش مقامات رسیده است. این شنبه گذشتگی با سپارش رئیس شهر دست جمعون آمده چند خدری که زور مورد این تریتور رو توزه کردیم از نهی مصروعی که استاگیان کاخ شرفته بعد میگیریم با محترم رئیس شهر سپارش داد که بگیرین همه طرفه یک خلاصه ده بیان که همین پیش همین را زبور رفته محکم کن در کاره. در یک جلسه در گذشته شهرداری سابق باختر از دزدیدن پنجره و صلیب و فروختن آنها گفته بود.
وی افزود که مقامات جنایتکاران را جستجو دارند. که ارگانو کار کردن سپورش روز بر روز قانون سخت‌تر شده گیاه. هر بچه‌های یوش میکردن دستگیرش دادن از طرف حکومت از طرف قانونگذارا جزا دیدن. در جمعیت یک زمان بزرگی مسیحیان در شهر باختر گفتند که تعداد نصرانیان در اینجا روز تا روز کم می شود و حالا 50 نفر هستند. بعضی به روسیه کوچ بسته، بعضی دیگر ماندند و به خصوص پیران سالان. در باختر 2 عبادتگاه پروسلوی هست و قبرستان‌های آنها در اکثر شهر و نواحی وجود دارد. ضمناً دزدی در آرامگاه‌ها با فعال شدن کارخانه‌های آهن‌گدازی بیشتر شده است. یک گروه ویژه طبیبان آمریکایی به زنان از 40 ساله بالا توصیه داده است که برای امین ماندن از بیماری خطرناک سرطان هر 2 سال برای معاینه قدودهای شیری به طبیبان مراجعت کنند. در تاجیکستان در بین هر 100,000 نفر نه کمتر از 15 کس به سرطان سینه گرفتار می شوند. همکارم طاهری سفر موضوع را ادامه می‌دهد. معاینه طبی که زنانی از 40 ساله بالا را می‌باید برای آن هر 2 سال یک بار به شفاخانه بروند. برای معاینه قدود شیری و یا پستان تا از شر سرطان سینه امین بمانند. افزایش گرفتاری زنان جوان سبب شده است تا از بانوان 40 ساله هم در آمریکا بخواهند که فاصله معاینه را کوتاه‌تر کنند. غم انگیز این است که حال آماسی بد در همه زنان سنی جوانتر پیدا می شود. ما این را از تحقیقات خود در بین زنان سیاه‌پوست آشکار کردیم و منفیت معاینه در سن 40 سالگی را برای همه زنان معلوم کردیم که هر 2 سال یک بار انجام گیرد و این برای زنان سیاه‌پوست منفیت بیشتر دارد و بعد 40 سالگی معاینه در هر 2 سال گام مهم است. در تاجیکستان هم با گفته طبیبان بیماری سرطان سینه سال به سال جوانتر می شود. پرابلمی که ما رو نگران کرده است این گرفتار شوی زنهای سن سال جوان به سرطان قدود شیری می باشد. زنی که با سرطان قدود شیری به ما مراجعت نمود در سن سال 20 ساله بود. دیگر بیمار در سن سال 22 ساله، در سن سال 25 ساله علاقه دچار شوی به این بیماری به نظر می رسد. راه‌های نوی معالجه در سالهای اخیر مرگ و میر از سرطان سینه در امریکا را کم کرده است، ولی باز هم سرطان سینه دومین بیماری قتال برای زنان آمریکایی است. در تاجیکستان این بیماری زنان را نظر به هر سرطان دیگر بیشتر می کشد. در کشور سالانه تا 500 مورد گرفتاری ثبت می شود و 10 نفر هم از این بیماری می فوتند. طبیبان آمریکایی میگویند تحقیقات علاوه‌ای ضرور است تا بعضی از عامل‌های ناروشن سرطان سینه را معلوم کنند. ما می‌دانیم که به زنانی که سینه سخت دارند خطر گرفتاری به سرطان سینه بیشتر تهدید می‌کند و ماموگرافی پستان سخت هم کارآمد نیست. برای همین ما می‌خواهیم تحقیقات علاوه‌ای صورت گیرد تا ما بدانیم که با کدام تشخیص‌های علاوه‌ای چی با رنتگن، اولتراسادا و یا چیزی دیگر کمک می‌کند. خطر بالای سرطان را کمتر کنیم و آنها را در مرحله اول و قابل معالجه آشکار نماییم. در امریکا سالانه 240,000 مورد سرطان سینه ثبت می شود و هر سال 43,000 زن از این بیماری می فوتند. از بس که معالجه بیماری سرطان سخت است، طبیبان معاینه‌های سریع وقتی را توصیه می دهند تا آن در مرحله اول و در مرحله قابل درمان آشکار شود. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه امروز. سپاس که تا این لحظه با ما بودید. خبر و ویدیوی بیشتر را میتوانید در وبسایت ما azadi.org چون همیشه دسترس کنید. اینچنین به صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام وارد شوید. اگر شما هم خبری دارید لطفاً برای ما بنویسید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری. برکت شما باشید.